وای نشود حالی همراه نشود برای آنکه سپیکتاکل به زبان تاجیکی میرد. در طول حیات ایجادیشون همینقدر اثرهای آفریدن که در ژانرهای گوناگون صنعت ملی از قبیل اثرهای سرودها، رمانسها، اپراها، اثرهای سیمفونی، پایم‌ها، در دیگر ژانرهای موسیقی و قریب که همه اثرهای آفریدهشون در ژانر اپرا در خزینه تئاتر ما محفوظ است و ما از روزی که مثلا سال 2014 قرار مخصوص یونسکو برای جشنگیری 100 سالگی اساسگذار صنعت کسبی موسیقی تاجیک زیادالله شهیدی که تجلیل گردید ما از همون روز علاقه نقشه‌های خود رو کشیدیم در دوام این اثرهایی که مثلا امروز کمده و مدن اپرای زیادالله شهیدی روی صحنه نمایش داده می شود در دیگر سلسله چهاربینی‌های در نقشه داریم که می‌خواهیم بگذاریم. از اون جمله کنسرت کامیرایی با اشتراک طالبخان شهیدی فرزندشون که ما تلفنی صحبت داشتیم اومده در اینجا کنسرت کامیرایی تشکیل میکنیم با ارکستر کامیرایی از ایجادی و اثرهای زیادالله شهیدی و ما می‌خواهیم که از تمام اثرهای در ژانرهای گوناگونی که چه استرادا چه انانا چه مثلا ملی یا که اپرا جمع کرده یک تا گالا کنسرت یک تا کنسرت کلان با اشتراک هنرمندان شناخته جمهوری که از ایجادیات استاد زیادالله شهیدی اثرها اجرا میکنن روی صحنه بیاریم. این در برابر دیگر چهاربینی عموما در نقشه وزارت فرهنگ و خود تئاتر نیز چهاربینی‌های دیگری زیاد نیز در نقشه گرفته شده است. ما فکر میکنیم که اینا البته باید عملی شود.